ایران به تازگی جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 را از روسیه دریافت کرده است. این اتفاق می‌تواند توازن قدرت نظامی در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد. در این ویدیو به بررسی اهمیت این خرید و تأثیر آن بر روابط و امنیت منطقه‌ای خواهیم داشت. سوخو 35 یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نسل چهارم ساخت روسیه است. این جنگنده چند منظوره با قابلیت‌های فراوان شامل مانورپذیری بالا، رادار پیشرفته و موشک‌های برد بلند طراحی شده است. از نظر دفاعی و تهاجمی، سوخو 35 می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان هوایی ایران ایفا کند. برای ایران دستیابی به جنگنده‌های سوخو 35 اهمیت استراتژیک زیادی دارد. نیروی هوایی ایران طی دهه‌های اخیر دچار فرسودگی و ضعف نسبی شده است، اما با این خرید قدرت هوایی ایران به شکل قابل توجهی تقویت خواهد شد. این جنگنده‌ها می‌توانند هم در مأموریت‌های دفاعی و هم تهاجمی به کار گرفته شوند و در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش کلیدی داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها تا تاریخ 29 ژانویه 2025 ایران موفق به دریافت 50 فروند سوخو 35 شده است که در 2 اسکادران 25 فروندی وارد ناوگان نیروی هوایی این کشور شدند. این اقدام بخشی از تلاش‌های ایران برای نوسازی و بروزرسانی تجهیزات نظامی خود در برابر تهدیدات خارجی است. دریافت سوخو 35 توسط ایران تأثیر گسترده‌ای بر امنیت و توازن قدرت در خاورمیانه خواهد داشت. افزایش توان نظامی ایران می‌تواند رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای را تشدید کند و کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی و اسرائیل را به فکر تقویت نیروهای هوایی خود بیاندازد. در نتیجه ممکن است شاهد افزایش تنش‌ها و حتی تغییر در دکترین دفاعی این کشورها باشیم. خرید جنگنده‌های سوخو 35 نشان دهنده تعمیق روابط نظامی و استراتژیک بین ایران و روسیه است. این دو کشور طی سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف به ویژه در بحران سوریه و مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل همکاری نزدیکی داشتند. دریافت این جنگنده‌ها می‌تواند این روابط را در آینده تقویت کند و همکاری‌های نظامی بیشتری را در پی داشته باشد. دستیابی ایران به سوخو 35 یک نقطه عطف در قدرت نظامی این کشور است که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی زیادی برای خاورمیانه به همراه داشته باشد. در حالی که برخی کشورها ممکن است نگران افزایش قدرت ایران باشد، برای ایران این خرید فرصتی برای تقویت دفاع و بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است. نظر شما در مورد این تحولات چیست؟ آیا دستیابی ایران به سوخو 35 توازن قدرت در منطقه خاورمیانه را تغییر خواهد داد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید و فراموش نکنید برای ویدیوهای بیشتر در زمینه سیاست و امنیت منطقه کانال ما را سابسکرایب کنید.